خبر خروج بزرگ مهاجران کاری از روسیه رد شد. در ولایت سوخ در شمال تاجیکستان قصد دارند یک کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان برای تولید اطلس را تأسیس دهند. تظاهرات صاحبکاران در شهرهای گوناگون قرقیزستان. در پی فرآمدن سیل 20 خانه و 20 پل در ناحیه اشت تخریب شد. خروج بزرگ مهاجران کاری از روسیه را راهبر مرکزی عمومی روسیگی سیاست ملی ساختمانی الکساندر مور رد کرد. الکساندر مور گفت مهاجران کاری از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کار در روسیه را ادامه می‌دهند. گزارش‌های رسانه‌ها درباره خروج بزرگ آنها از روسیه درست نیستند. در همین حال آژانس اطلاعاتی روسی نوستی می‌نویسد وضعیت در بازار به طور قابل ملاحظه تغییر یافت که به کار گاستاربایترها و شغل آنها در روسیه تاثیر رسانید. خصوصاً به دلیل بالا رفتن نرخ‌های قسم‌های اتومبیل، سوزشواری و خدمت‌رسانی، پول کار کردن به تقصیرانها مشکل‌تر شد. یادآور می‌شویم که نظر حامد جان تیمور، کنسول گنرالی جمهوری تاجیکستان در سنت پترزبورگ قبلا گفته بود که در دوره پاندمیای کووید 19 40% مهاجران کاری تاجیک پایتخت شمالی را ترک کردند و این به کاهش جای کار بنابر بسته شدن کارخانه‌ها وابسته است. جمعیت دارای مسئولیت محدود اطلس خوجند ولایت سوخت نیت دارد با کارخانه کوموش طلای سمرقند کارخانه مشترک استحصال اطلس تأسیس دهد. دور خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت سوخت خبر می‌دهد کارخانه مشترک سمرقند سوخت ابریشم نام داشته فعلا کارهای آمادگی ادامه دارند. گفته می‌شود که در ظرف 5 ماه سال جاری کارخانه اطلس خوجند 20,000 متر اطلس و ادرس استحصال کرده است. در دوام 2 ماه اخیر زیاده از 12 اطلس نو برآورده شد. تاکید می شود که از 18 مارس سال 2022 تمام صاحبکارانی که به استحصال این متاع مشغولند از همه نمود انداز آزاد کرده شده تنها اندازهای اجتماعی و درآمد شخصانی واقعی می سپارند. هرچند گفته می شود این تشبث به دستگیری و رشد نوع صنعت نگرانیده شده است و اطلس و ادرس جزء جدا نشونده لباس ملی تاجیکان به شمار می رود، بازارهای تاجیکستان را بیشتر به این نمود متاع ازبکستان تامین می کند. طبق اطلاع منابع بیشتر اطلس و ادرس هایی که در عیدها در تاجیکستان نمایش داده می شود بنابر پستی صفت استحصال وطنی و کمی نمودهای آن از ازبکستان آورده می شوند. امروز 13 ایون در بیشکک بیش از 200 صاحبکار در نزد بینای دستگاه پرزیدنت و کابینه وزیران گردی همایی کردند. آنها به استفاده حتمی دستگاه نظارتی و خزینوی کنترل کاسوای ماشینا و جاری کردن حسابنامه فاکتوره ها مخالفت کرده طلب نمودند که نظام پاتنتی باقی ماند. طبق کودکس اندازه جمهوری قرقیزستان که 18 ینور قبول شده است، تمام سوبیکت های صاحبکاری در این کشور باید با استفاده از ماشین های خزینوی و نظارتی کار کنند. دور خبرگزاری central-asia.org اطلاع می‌دهد امروز در ولایت تلاس نیز اعتراض‌ها علیه دستگاه نظارتی و خزینوی کنترل کاسوای ماشینا ادامه دارد. در آن قریب 80 نفر اشتراک دارند. به نزد تظاهرگران رئیس دیوان وزیران عاقلبک جعفروف برآمده اعلان کرد که به نصب دستگاه نظارتی و خزینوی مراتور 10 روزه جاری می‌گردد و جریمه‌ها برداشته می‌شوند. این گونه تجمع اعتراضی در استکول در آخر ماه می و روز 6 ایون در شهر اوش نیز برپا شده بود. گفته نیز در تاجیکستان استفاده حتمی دستگاه خزینوی نزدیک به 10 سال است که جاری است. هرچند صاحبکاران تا به حال از این سیستم راضی نیستند، کسی آشکار اعتراض نکرده است. در پی فرآمدن سیل 20 خانه و 20 پل در ناحیه اشت تخریب شد. با گزارش سامانه اسپوتنیک بارش شدید باران و جاری شدن سیل به خطهای برق و راهها در ناحیه آسیب رساند. حیات جان عادل سخنگوی حکومت ناحیه اشت به خبرگزاری گفته است خسارات وارده به این منطقه بر اثر سیل اخیر 2.5 میلیون سومانی تخمین زده می شود. با گفت عادل اکنون 30,000 نفر از ساکنان ناحیه مشکل تامین آب و برق دارند. عادل تاکید کرده است که سیل اخیر در ناحیه اشت تلفات جانی نداشته است. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.